این فکر کنم بزرگترین خونه این مجموعه است. چیزی که من تا الان تو ذهنم داره. شونشینی نقل شب رهنا چند تی سرسختی دبوی رهنا تی مرد بوری زور زوری بوی. سلام دوستان عزیزم، امیدوارم که مثل همیشه حالتون خوب باشه. من مرتضی هستم و امروز قرار با هم گردشی داشته باشیم در موزه میراث روستایی سراوان رشت. امروز جمعه 15 فروردین ماه و ساعت حدود 10:30 صبح. یکی از دیدنی ترین و جذاب ترین جاهای شهرستان رشت و به خصوص استان گیلان همین میراث روستاییه که مجموعی از فرهنگ و آداب و رسوم ماست. یکی از گزینه‌های پیشنهادی من برای عزیزانی که به رشت سفر میکنن. این مجموعه در روستای سراوان بخش سنگر شهرستان رشت در کیلومتر 18 جاده رشت به قزوین و همچنین کیلومتر 3 جاده سراوان به فومن قرار داره. این مجموعه در سال 1385 در 263 هکتار افتتاح شده و شامل خانه‌های از سراسر گیلان که به سبک روستایی هستند و بعد از واچینی و جمع‌آوری به همان صورت بازچینی شده. جالبه بدونید این مجموعه در فهرست آثار ملی هم به ثبت رسیده. توضیحات کاملتر در مورد خانه ها و مجموعه در طول ویدیو برای شما عزیزان گفته شده که امیدوارم ازش لذت ببرید و استفاده کنید. ساعت بازدید این مجموعه از ساعت 9 الی 18 عصره. توصیه من برای بازدید از این مجموعه زیبا در فصل بهار، تابستان و اوایل پاییزه که برگ‌ها و درختان زیباتر و پوشیده ترند. در نزدیکی این مجموعه پارک جنگلی سراوان هم قرار داره. پیشنهاد میکنم اگر به دیدن جاهای دیدنی شهر رشت علاقه دارید حتما پلیلیست شهر رشت کانال ما رو نگاه کنید که در اون ولاگ‌های زیبا و زیادی از شهر رشت قرار داره. لینک این پلیلیست رو برای راحتی شما در قسمت توضیحات همین ویدیو قرار دادم. اگر به دیدن زیبایی‌های استان گیلان، جاهای دیدنیش و بازارهای محلیش علاقه دارید حتما کانال ما رو سابسکرایب کنید. خواهشاً با لایک‌ها و کامنتاتون ما رو در مسیر بهتر شدن حمایت کنید و برامون بنویسید که دوست دارید از کجای گیلان زیبا براتون ولاگ تهیه کنیم. در روزهای یک شنبه و پنج شنبه هر هفته در این کانال ولاگ جدید قرار داده میشه. امیدوارم که از این گردش و این هوا لذت ببرید. باکتری شناس آذر اندامی کیا ابوالحسن کوشیا رازیدان محمد معین فرهنگ نامه تشیر مؤسس نقاش کاریکاتوریست فضل‌الله رضا رازیدان محمد علی مجتهدی استاد دانشگاه بنیانگذار دانشگاه شریف روحانی مبارز حاج حسن واعظ بهروز همرنگ باستانشناس این میرزا کوچک چیز محمد میرزا کاشباستان پدر چون زیاراری نیکوکار مشتاق جد فومانی
شیخ سعد رایجان عارف. این سمت آبگیر میرفت، شاید راهشون بره یادم واقعا اینجا هستن. اینجا کارگاه دارن میسازن. کندوج یا تلمبر ما بهش میگیم. چه نوشته؟ چی که ننوشته؟ استیکرم من دو مارک اینجا توش برنج و اینا نگه میشه. چی دریشه داره برنج رو ببرم بالا. این پایین خرمن میکردم. ساحل غرب، ساحل شرق. ببینیم چه خبره. بعضی جاش تون میکنم دیگه که تایم ویدیو زیاد بشه. که مشکل نگه واسه شما سر. اینجا رو توصیه میکنم زمستون نیایید یا آخر پاییز، خیلی دلگیره. خودم نیومدم ولی بلاگشو دیدم. بهار واقعا قشنگه. میکنم 2-3 ساعتی زمان ببره که من تا میکنم. بریم ببینیم محل ما چه خبره. اینجاست آبگیره. این دفعه اومدیم اینجا چند تا مرغ جوجه هم بود. اینجا مثلا از خانه های موسویه. بریم سمت چپ راست تا ببینیم بعد هنوزم هست. اینا نیزار میگن، جدید مد شده میگم بامبو، ما میگیم لله شرقیان کنم. لوله همچه چیزی به اصطلاح باحالی.
نه سخت شد کار درست کن. کار نیستید برگ گیاهی اینجا. من عاشق این تیکم واقعا قشنگ. خطر سقوط در آب، خطر غرق شدن. گیاهی که مربیشم گیاه چیز گیاهش نمیدونم چی خوشگله. منطقه مسکونی های موسوی. آشخانه ما اینجا نون میپزن. خسته نباشی آشخان. بخش رودسر دهستان چینی جان، روستا روستای علاوه رود که اینجا ساخته شده. دوباره چینی 94 ساخت بنا 2015. هنوز خونه بچگی بوده، مثل نانو بهش میگن، گهواری بچه هم. داخل هم میشه دفعه دور بزنیم. آسیا برنج نمکی داره، نم تخت کاره. شما هم کاکا درست میکنی؟ شما هم کاکا درست میکنی؟ بله. این نمکی داره. یه موجه رو بگیم آشخانه اینجا آلاچیقه. این کندوش نیست چون این پلش اینجوری نمیده. روزی هم نداشت. چیزایی که میگه زلزله میزنه. یه دونه آخرین خونه هست خیلی قشنگ مشخص. اجازه است فیلم بگیریم؟ خسته نباشه. دارگیایی هم داره آشخانه پونه. اینم کاکا. همه روز هستین شما اینجا آسانو؟ 12 روزه که همون روز بسید. الان پنجشنبه جمعه. پنجشنبه جمعه. پنجشنبه صبح هم هستین یا نه فقط بعد از ظهر میاد؟ صبح میام تا بود. خسته نباشین. فقط نمیخوای بخوری شما. الان ما دوستان عقب هم میایم برمیگردیم. دستتون درد. همراهی من کجا رفتم؟
این هم گل دادن او همراهی ما اونوری رفت شرق علاقه نبود جایی بزنم تون بشه چیز خاصی داشت وایپس حتی یه گیاه خوبی میاد نمیدونم گیاهش چیه عطرش میاد میدان بیجار چه هستم شدت از مار میترسم که مار این لاکوه حجم مسکونی آصفی خسته نباشی آشان این نان لاکوه؟ بله بله حالا شفته بفرمایید اونم برنجشابه برنجشا صاف میکنیم دوشا میریزیم کریم محلی مغزه کرده اونم کناس شور ها بله دستتون هم خسته نباشی میگیر پنجره خوشگل رمولک یه مشکل از مار میترسم جاتون خالی نون لاکو گرفتیم اینجا خونه آقا آصفی فکرم آصفی بود مال جوکندان تالش لبی شکم نوش هم پاشنه با داره 333 ساخته 94 باستاده شد دوم قهوه بخورم چای زغالی یا شتر نیمرو چای آتیشی
نه آزاد بریم روستای رهن. خدایی به شخصت دلم نمیاد حذف کنم، ولی خب این ملکی طولانی میشه. سرویس پیداشتی هم داره، نگران نباشید. مجتمع مسکونی لطفی. خونش کوچیک بود. احمد سرگوراب شفت 50 ساخته 1388 بازسازیش کرد، دوباره چینی کردن در واقع. اینجا این طبیعت اینجا رو باشه، سنگ چینی هم بالا. خونه‌شون ساده بود. پامچالای سفید تقدیم به شما. اینجا در اومده، مگه دیگه رو ندیدم. این پلم بستن، پلش قشنگ بود چون مارمولک نمیدونم مار. وای بچه ها قشنگ بود. حیف چی بگم. یه خونه هم اینجا هست. این حصارهای چوبی هم باحاله. مجموعه مسکونی طربی، طربی باید بشه، شادی و طرب از اونجا باید بشه. بلا همین هم بازسازی نمی‌کنه. اون بار نگاه کنید که ریخته خراب شد. کار طویل مانند بود. ببینم دهستان گراپس، شهرستان فومن. فومنی با کلاس. مال زیاد طویله بوده. این هم که سرویس پیداشتی. اینا مار می افتاد. من خودم همش ترس مار، همیشه نگران بودم یه ماری نپره رو ما. اون خونه هم که آشناست. بریم به قول اون آقای خونه زیاد بود. زمین مار نبین. شما اگه میترسید هم چند نفری بیارید مثل من.
مجموعه مسکونی رحمانی کجاست؟ سردار جنگل، دهستان سردار جنگل، فومن 46 96 دوباره نوشته نمیده. خونه پشت روه. ما که راهش نفت. آها از داخل میاد، چه جالب. یه پله رو میبینی؟ تا رو نهی داخل اینجا. این جایی دیگه. ما تو شرق گیلان میگیم چپر، حصار. من نمیدونم رشتی های غربی گیلانی چی میگن، دارم به گوش هم نخورد. چیه این علف هایی که به گاوا میدن؟ شاخ و برگش که این بود طور زیگزاکی بین این چوبا چی میکنن؟ حصار درست کنن. حالا بیس اصلی چوب ضخیم هست ولی شاخ و برگاش همون چوبیه که از خوردن برگ گاوا اینا میمونه. اینم بهش میگم بور فکر کنم. ما چیزی بهش نمیفهم میخوریم. اینو با نمک و از اینا میخورن. هیچ خوشمزه تنقلات خوراکی. تمشکش ساقه تازه در اومده تمش بول یا بور همچی چیزی بکنم بهش. مجموعه مسکونی موسیزاده خوشگله. گندج تلمبار بیرون کجاست؟ اسالم روستای گیلانده خلیفه آباد 1290. داخلش موسیقی رویت شد واقعا خوبی. ما میگیم ماست گوله، کوزه برای ماست. شرق گیلانی میگن گاستموله، ماست گوله. نمیدونم غربی‌ها چی میگن. شام نخور. پنجره چوبی. خیلی فقط بشین غذا بخوری بخور. که یه مسئله ای هست که اینجا آنتن نمیده، رانسل و رایتل آنتن نداره. دومی که یه خود بازی مثل ابتدا نداره. یه وسط جا ممکنه دوستانتون رو گم کنه.
اینجا پس آدم دقت کن. سومون حسابمون الان اسبم رو توی لاین نیست. اینم. با اجازه شما سلامت اون قهوه خونه‌ای که گفتم تا بعد مسیر رو عوض می‌کنم. حالا دوباره یادآوری می‌کنم که این مسیر ابتدای انتهاش مثلا یکی نیست. منظور که چند شاخه میشه جای مختلف. اینکه شاید یه خونه یا من نشون بدم شما ندیده باشین، یه خونه دیده باشین تو فیلم نباشه، خاطر همینه. راه شاخه میشه ممکنه یه وقت یه جایی رو فراموش کنید اصلا. واسه همین طبیعیه. کاش اینجوری مارپیچی می ساختن یا مثلا همه خونه ها تو دید باشه. مجموعه آقای محمودی. بریم آقای محمودی چه خبر؟ آقای محمودی ساده نشین بوده، چیز خاصی نداره. ساده یا معمولا مال حوزه جلگه غرب گیلان، تالش، دهستان جوکندان. 1350 ساخته، 1387 واچینی شده. مثلا تو این من دقت کردم یادم بگم، مثلا عکس قبلیش هم مثلا با بعدش نشون میده. دیگه این درش قشنگ اونجا بوده. حتی تیرکاش، حالا زاویه عکسش فرق می‌کنه با هم بود. مثلا بالا سفالی بوده، این مثلا چوبی شد. یه تغییر کوچیک. یه چیز دیگه هم هست، ممکنه خونه دومشون باشه، مثلا بس سر باقی بوده، نیاز نبود مثلا شب بخوابم فقط، چون روزا که میرن سر کار. مثلا این ساده بوده، نمیشه گفت فقیر بوده، ممکنه مثلا یه لاغ اشلاق کنن، یا مثلا خونه دومشون بوده نسبت به خونه اول دور بوده، مثلا خونه ساده تر گذاشتن، نیاز نبود. اون خونه های مجلل که دیدین اونا معلوم توی زندگی میکردن دیگه، همه فصل سال. بریم خونه بعدی. اینقدر اینجا قشنگه، تو فیلم نمیشه واقعا نشون داد. دوست نره بره خونه. یه عطر نون خوبی میاد، نون گندمه. اینجا هم چپر داره. شما تو این خونه زندگی کرده باشین، میان اینجا میبینید خاطراتتون زنده میشه. مثلا آپارتمان چیه، این واقعا خونه های حقیقتی، هیجان زده میشی دیدنش. من نمیدونم شما تجربه نداره. اون احتمال زیاد طویله بوده، دورتر میذارن از خونه. در حال مرمت نمیشه. این هم شهرستان تالش، 1327 ساختن. بوی خوبی نمیاد اینجا، بوی بدی. این خودی کجم ساخته اینا، نشست کرده شد به نظرم که آره دیگه نشست کرده، تیرکام زدن زمین نشسته. اینم که چایه، ولی خب چا قدیم اینجوری من ندیده بودم، شاید خیلی قدیم تر. ما گنگار رو میبینیم، بوتونیا اینم مرغ لونه شده. بریم خونه بعدی. من قطع میکنم که ویدیو که طولانی نشه.
اینجا عکاس خونه است. دست راست چپ عکاس خونه است. اینجا شما با لباس محلی میتونی اینجا عکس بگیری. بچه اینجاش مثل که اون دارم. آها یه عمری داری خوابم پیش دار. این خونه رو ببینیم. این آشقال میگه ترشی خونه رو ندیدم. سلام حاج خانم، خسته نباشید. مرسی. خوش اومدید. خونه آقای موسوی احمد صدقوراب، شهرستان شفت. سال ساخت 1284. مشکل ترشی اینجا میبافه. اون دفعه اومدم. خسته نباشید. مرسی. اسم این چیه؟ حسی چی میگه؟ حسیر. همین حسیر میگه؟ گیرنده از خونه دیگه. ولی این فاش نبود ممکن نبود. ما تو خونه ها دیدیم. همین حسیر. دستتون در نکنه. سرشون. من شبیه تنی و نمیم پیشنه میپاختم. چکار همه دورم به شما بدیم. راشو بسته بودن چیزی که دیدم. اونم سایز پیداشتی شد. بداشید بیرون خونه بوده. حالا شباخ سخت بود ولی خودشون یه حرمت های اسم شد. این سایز بداشتی هستن به هسته وصل میشد. رنگ سبز خوشگل داره اینجا. از اون خونه با کلاس هست. این خونه های بزرگ مال ارباب هم بودن، مثلا وضعشون بهتر بوده. ارباب رعیتی چیزی سه خونه پس از باران هم دیدین یا نه؟ این هم که سرویس پیداشتی مشخصه. صدای مرحوم پوررضا اینجا نو میپزن هیزونش با. این هم مرغلونه سرش تازه درست کرد. این ساقه برنجه. ناچارم با کلاس کام چای نکاش. سبزه هم داریم. این پاکوی لاکوی روبنار هم هست کنم چه سیاه. این خونش هم با کلاس بود. هم وارد نشدیم. این خونه تلار بشه. ما میگیم تلار، بالکن همچی چی. فومن دهستان گشت رودخان با یه شکالگوراب پایین. 1340 ساخته شده. 89 اینجا بنا شد. اینجا یه عطر نون خوبی میاد، نمیدونم از کجا میاد. مال اینجوریشون نیست، جای نون نیپسه. خسته نباشی آشان. مرسی عزیز. بوی هم
این کانال آشپزیمون رو نمیدونم دیدین یا نه، این روی پیجمون هستش، زیر پستامون هم، زیر این پست هم نگاه کنین پیج آشپزیمون هست. مثلا ماکارونی ساده اونجا ساختیم، درست کردیم، رو پیکنیک روی آتیش مثلا غذا درست می‌کنیم، این مزه متفاوتی داره. این مثلا همونو مثلا تو شاید خونه قشنگه، همون مواد، حتی مثلا تو خونه جات فلفل دلمه بزنی، آویش هم بزنی، اون هیچی نداره، فقط رو آتیش درست کرد، رو پیکنیک یه مزه خوشمزه‌ای داره، آدم کیف می‌کنه، مزه نوستالژی می‌کنه. نمیشه لطفا با کفش وارد نشوی، بخونم چون تابلوش بلنده. گشت رو روستای گشت فومن جلگیر، چرا فومن خیلی دار. داخلش هم ببینیم با هم. این چرا گازی که نبود، میدن گازی نفت بود، تالمبه میزدن، زنبوری، چراغ زنبوری فکر کنم. اینم کاربردش یه جا گفتم به ما. اینو گوشت و آویزون میکردن روی این چیزی که تو ذهنم هست، داشته اینجا شده اشتباه یادم اومد، گوشت بهش آویزون میکردن، این کاسه برنج گوشت آویزون توی چاه مثلا میذاشتن، چاه خنک‌تر بود، این گوشت چند روز میموند. سوال کردم از یکی بلد نبود، اینو توی این مستند داشت نشون میداد، تلویزیون اومد. بزرگ ندارم، انبار چیه؟ برنجیه؟ دقت نکرد، تنه درخته ولی کاربردش راستش نمیده. آره تنه درخت توش خالی کردن، چه باحال، چوب جنسش. بریم خونه بعدی. مثلا سقفشو درست نکردن، سقفشون هم جو باز نبود، حاصل ترشی نمیداشت، بازی مار بود. من قطع میکنم بریم خونه بعدی. این دروازه های قدیم جور چیزش هم هست، ولی نمیگه نوشه دیگه، چوب میذاشتن تو گاو اینا نیاد. ما به اون که باز میشه میگیم بلته شرق گیلانی، اینو من نمیدونم چی میگم بهش، حتما اسم داره، بذار جالب بود نشون بدم. جاده که داره برمیگرده اشتباه داریم میگیم. خونه حسنی بود. خب این یکی از قشنگترین جاهای نقاط اینجا بازسازی زمین شالیه. البته چیز شروعش نکردم، اون ولاگ قبلیمون رو نگاه کنین، ولاگ بود آخرای بهار بود، مثلا اونجا برنج کاشتن، این که ولاگش هم براتون میدارم. اینم چپر یه خورد تخصصی دارم. اون بسط هم درست میکنم تا فصلهایی که برنجینا تمام میشه و گوسفندا رو توش میبستن همونجا تو فضای بالا. اینجا جایی که مثلا نهار و سرعت رو قسم بکنن اینجا میشه، یا مثلا قسم نگهبانی بدن شبا، اسمش نمیدونم
اونجا اول کار اومدیم این بری بریم. اینجا پامچال داریم. اینجا یکی از قشنگ‌ترین جاهای میراث روستایی درخت‌ها رو البته دقت کنید اول پوشش واقعا قشنگه. اینجا این مدرسه رشت بوده فریدون رو من دیدم، نمیدونم چی فریدون رو میخوره. این مدرسه رو اینجا بازسازی کردم، خیلی قشنگه مدرسه قدیم. ولی من چه کامنت ها رو دقت کردم سری یادشون هم بود مدرسه کجا بود. مثلا نوشته بودم با یادش بخیر مدرسه فلان، یعنی مدرسه کسی که تحصیل کردن رو زندن. بریم چه خبر. جواب صرف کنم دارم. مسافر هنوز نرفتم. 15 جمعه. مدرسه اهدای فریدون محمدی. این دفعه که بالا رفت دارم حالش قشنگ. شهرستان سومسرا هندخاله، روستای هندخاله. 1260 تاریخ واچینی 87 خرداد 89 میشه. لطفا وارد نشید در حال اومدنه. اگه خواستین داخلش ببینید اون ولاگ قبلی بالا نمایشگاه عکس بود. دو میلیون 300 همش اینجا رو بند. اینجا گاوم دارم. خیلی بزرگ سرم بدم. مجموعه مسکونی های بهزادی. گلای زرد اینه چه خوشگله. خدایش میگم زیبایی و جذابیت نمیشه تو فیلم منتقل کرد. خودتون بیاین تجربه کنیم. این اعتمادی مال شرقه چون ما همچین پله ای رو داریم در مام بزرگ هم بله دیم پوپای شهر احمدآباد بلوک شهرستان رودبار.
توضیح که بدم دارم مثلا اینجوری ضد زلزله مانند مثلا اینجوری زبدر مانند توضیح راجع به که بدم مثلا قسمت های رودبار که سمت سیاهکله یا خود سیاهکل چون بشکه‌ورات نزدیکه شرقاً زبانشون چیزاشون همه شبیه همه. یعنی من میرم دیلمان و گیلکی دارن حرف میزنن قشنگ متوجه میشه چی میگن. یه دقیقه این ما حرف میزنن این شرق گیلانی ها اینجوری نمیشه گفت چون خود رودباری های لهجه و زبان خاصی دارن. زبون که نه یه لهجه خاصی دارن یه خورده بخوام غلیظ صحبت کنم متوجه میشی کم متوجه میشی ما ولی سیاهکل اینا صحبت میکنم ما قشنگ متوجه میشیم چی میگن. هر جا میخوام بپیچونن دقیقاً این خودمونه. این که نوشته شرق منظورش اینه که نزدیک به چیزه تو سبک زندگی و زبان وقتی مشترک باشه سبک زندگی‌هاشون شبیه همه. این پله هم شبیه دقیقاً خود مام بزرگ هم هست. کانده درخت رو میگیرن یه خراش میگن خیلی خطرناکه بدون پاهاشون عادت کرده. اینجا هم باشه ولو یه دو تا کوهستانی هم داره چیز خاصی نیست فقط مثلا سنگچینه روش چیز گذاشتن یه اسم سرپناه مانند مثلا چراگاه چیزی بهش میگن فقط تا تابستون استفاده میکنن گوسفندا رو میبرن فکر کنم رد دادیم اون سمت راهش دوره چیز خاصی هم نداره. این خونه خوشگل خیلی کوچیک نیست کوچیک میگم چون به حال زمین داشتن دیگه با آپارتمانی که یارو مثلا مجبور 50-60 متر بسازه. ببینیم چی داشته حوزه شرق گیلان کلاچای بیبالان سال بنا 1314 این همشهری ماست بیبالان. یه خونه هم اونجا راش زیاد جالب نیست بریم آقا داخل صدای زنبور میاد یه صدای مثلا 200-300 تا زنبور خطرناک بگم صداشو میاره و خواهش اون تنور ما اینجوریه بریم ما رو نزدن شنگ صداشو لونه دارم اونجا رفتی داخل زدن داغونت کرد. اینجا فکر کنم یه باز عطر خوب اون درخت میاد نمیدونم درخت چیه اینجا رو قطع میکنم میخوره فیلم جلوی نشه چون یه خونه خوشگل است یه آقایی هم توش نشسته ورودیش معلوم کجاست چجور ردش کردم خیلی خوشگل خونه بزرگ هم هست آب میاد انگار رودخونه است نزدیکی آبشاره حتی نون که میاد آهنگ نفت شعبه هم پلی میشه اینجا رودخونه است رودخونهش بوی خوبی نمیاد آره دیم یافش معلوم قهوه‌ای آبشه اینجا هم دارم بازسازی میکنم وای چقدر خوشگل هم اینو میبینی یا نه آب رنگ آب نیا کنید خودش اینجا سون روغن توش هست دید بدم بیاد واقعا آدم تو تاسفاف رو خلاص این محیط زیست و این طبیعت
دکتر بودم من دارم میسازم. نه کوزا خمره من اینو یه کاربردشو میدونم که این مام بزرگم توش شیر و اینا میریختن ماست بود ماست میزنن اینجوری کره میده دوشان بهش میگم میکنم. شما اینجا میایین یه 2 ساعتی رو در نظر داشته باشین مثلا ریلکس کار کنید عجله ای نگردین. یه فیلم ها مثلا جای قطع کنید میتونم قهوه خونه چایی بخوریم صحبت کنیم بگردیم عجله که نداریم ما میخوایم این کوتاه بشه. مثلا باغ گیاهشناسی یا خدا وکیل اصلا نشدهشت کجا باز میشه هیچی. شما برو اونجا به باغ گیاهشناسی خوش اومد چی ای خدا حرف میزنی میگن سیاسی چی این من تو ویلاگ قبلیم 2 سال پیش بود به خدا زده بود در حال مرمت هر روزم تمام بشه ویدیوش هست دیگه یادمه دقیقا هم همینجا من اومدم اینجا 2 سال اینجا در حال مرمت نشد. نمیشدم غور نزنه اینجا تنها آجرپزی بود هیزم سازی بود این چیزی بود دیگه هم یادم بریم چی نوشته اینا راش که معلوم نیست کجاست سبای خاصی نداشت. کوره که هست مشخصه و کوره هست آها دو تابلو هست راش هم برد نوشته کوره زغال سنتی بعد دوباره چینی شرق گیلان روستاشو نزد قبلش خطش چون رو روش رایسته مثلا استحکام داره معلوم. این دیدین صدا اینجا قطع شد به خاطر کپی رایت ها آهنگش میاد من آهنگ یه بار 2 بار آپلود کردم کپی رایت خورد آهنگ محلی من نمیشه کپی رایت داره آهنگ تو عروسی ها میخونن مثلا آهنگ صدا قطع شد بدون کپی رایت خوردیم و مجبورم سایلنتش کنم. آها این بندبازی اون سری فکر کنم فیلمم به اینجا نرسید اینجا هم در حال مرمت هم مثلا هر برمشون یه آقایی بود از شف میامد آها اینجا هست میاد اینجا پنجشنبه و بعضا و جمعه بندبازی میکنه فندبازی لافندبازی بشه ما خود با این حاجه های حدثا نباشه اگه میره بالا بندبازی حالا عروسی ها میآوردن بابای ما صنایع دستی میفروشن صنایع دستی میتونید بخرید این بابای ما تعریف میکرد میگفت توی عروسی این تنباز افتاد پایین مرد عروسی کلا نذاشت از اون دیگه شب صحبت میکردم شارژ چیزم تمام شد اینجا داشت میدونم اینجا صنایع دستی میفروشن خیلی هم خوشگله ماشمان اونجا گمج میفروشه خواست آماده میشه اصلا اگه شما چنده؟ این 300
ناقندونه لیوانه. اینو چطور آب بندی کنم؟ کندی کنم. جای سیگاریه. اینجا نیم ساعت بذار اینم جای زغالیه، چای زغالی. جالب این که قیمت ها رو اینجا زده بود. هر کسی نمیتونه قیمت رو بگم که بهشون لیست قیمت داده. حسیر بافی. خسته نباشید. ممنون. حسیر بافی اسمش آره؟ بامبو بافیه. بامبو بافی. ولی کجای گیلان میشه؟ شرق گیلان، شهرستان لایجان، روستای در شرف ملی شدن بامبو بافی. چی اسمش؟ لیالستان. لیالستان. همسایه خودمونه. لیالستان. خسته نباشید. دورفکس بامبو. بامبو بافی. این مجموعه خیلی بالا. چی یعنی؟ حالا اون سنگی که ما دفاع کردیم اون سنگای پرورشی دیگه. این یه سنگ رو خوب می‌کنن میرن مواد معدنی. اینا رو خودشون ترکیب می‌کنن واسه این سنگا. خسته نباشید. این عروسک‌های چیز هم جدا داره. ماسوله. این زنبولا چه خوشگله. سلام. خسته ترسید. خسته نباشید. ناجی فیروز هم داره. ببخشید. سلام باش خانم. خسته نباشید. اینم حسیر بافی. صحبتی هم میتونید بخورید. مثلا سالات 300 تومن زبیل بهش میدونید. همسرم شوری. حاجی میگفت که اگه صحبت میکنیم تو یه حقوق ثابتی به ما میدم بقیه‌شو از مردم مثلا شاباش نمیم چی میگم که انگلیسیش میگه دونیت فارسیش بیادم تشکر سوپر تانکس. اینجا هم رستوران ماننده نه چای زغالی کلوچه فومن باقالی داغ جوجه دل نوشته. ما همراه همونه معرفه بریم پیداشون کنم. کباب گوسفندی هم چی داره؟ اینجا فکرم تقریبا دی آخرش چون یادمه. خونه بزرگی رو از دست دادیم. کجا بود؟ این همیشه مسجد سنگفرش باله.
خونه بزرگی بود، مثلا گفتن ضد زلزله هرچی میشه ژاپنی‌ها روش تغییر میکنن، از روش ساختن. این کجا بود؟ تو مسیر ما بود باشه. این دیگه خروجه. این هم طویل ماننده دیگه. مادیم سالم بود باز خراب شد. فکر کنم این سمتیه، بریم اونجا. خب این فکر کنم بزرگترین خونه این مجموعه است. چیزی که من تا الان تو ذهنم داره 2 طبقه نداشت. این 2 طبقه این غیر ارتفاع نداشت. ببینید خونه کی بود اسمش یادم، خونه پرمهر، شرق گیلان، آرودبنه. حالا سال 1214 هجری. این زیرش رو میبینین، میگن ژاپنیا خونه ها رو ایرانی ها ساختن. این یه نمونه شد. این یه آقای داشت توضیح میداد، من دیدم. اینم میبینین این دید داره، این کنده درخت توشو خالی کردن، هیچ میخی نداره. این درخت کنده سالمه، توشو خالی کردن واسه آبخوری، مثلا گوسفند، گاو، مرغ و جوجه. من عاشق این خونه هم. این بزرگی ها من همه خونهشون قشنگ. سید از این چیز بگیریم، خیلی بزرگه. 1 2 3 4 5 تا پای داره، 2 5 تا 10 توش هم که نمیذارم بدی. اون چوباش همون چوبا، من کد زدن یک کار 3 نوشتم مثلا، اینا همون چوب هست. این همونجا آوردن، همونجا چیز کرد، همون چوباش سالم. چه عظمتی هم دارم. رودبنه شهر لایجان، شهرستان. اینجا آشخانه و آشماش داشته. تقریبا فکر کنم دیگه کار تمام شده است. امیدوارم لذت برده باشید. لایک و کامنت فراموش نشه. تا ویدیو بعدی.